سلام بچه‌ها. الان قرار بریم که چیز بگیریم، چسب پنچرگیری بگیریم با وسایلش. بعدش بریم که لاستیکمون رو پنچرگیری کنیم. لیتس گو. بعد از یه رو گشتم بالاخره خریدیم، بریم که ببندیم یه همه چی ردیسی. لیتس گو. بچه‌ها خریدیم بالاخره همین 75 تومن به نظرم خوبه. مثلا یه 4-5 فکر کنم 10 سری بکشه برات پنچرگیری. و خب بزنیم که لاستیک رو باز کنیم و خب بریم حالا وضعیت لاستیک رو هم ببینیم. لاستیک جلو هست، حالا بریم بازش کنیم بعد بریم پایین همه چیز ردیف کنیم. لیتس گو. در سرویسی بالاخره این هم باز شد. بریم پایین که لاستیک رو در بیاریم و میام وسایل هم بگیرم. خب این هم آوردیم پایین بریم که باز کنیم. خب بچه ببینید دقیقا همینجا. خب حالا تو سوی تایلیوری هر چیزی که امکان نازک باشه که بتونی این رو در بیاری و بندازی لاش میتونیم باز کنیم. این اولین مرحلهش که بتونیم چوب رو در بیاریم. بریم برای مرحله دوم. خب چون ما لاستیکا جدا کردیم چوب هم در آوردیم. خب در مرحله بعدی باید با پمپ یا همون طولم دستی که دارید بادش کنید این تیوبتون رو. اگه آب دارید که چه بهتر، اگه هم که آب ندارید داخل تش مثلا آب کنید. اگر آب ندارید این که کنار پیش روی صورتتون بگیرید و همجوری دورش بدین و ببینید که جای سوراخش از کجا هستش. الان من باید برم این اسمش چیه اون حالت شلنگشو بیارم که بریم واسه کنم بادش کنم ببینم این مشکل از کجا. پس بزن بریم. خب بچه‌ها همه کارا رو انجام دادیم، فقط توی بخش وصل کردن این به این گیر کردیم. و خب قرار مثل همیشه کسی که همیشه میاد به کمک ما بیاد، یعنی بابا برسیش. خب بچه ببینید الان ما اینجا کامل می‌ذاریم. ببین شما اول از همه باید یه دونش هست بیارید بمالید اینجا و بذارید یکم خوشه. بعد اینکه خوش شد اینو بمالید جوش و با دوسو این بغلش رو کامل صاف کنید. بعد خب وقتی که چیز میشه صدا میاد ازش هیچ مشکلی نداره و خب فقط داره در حال بستن اون سوراخه و الان دیگه سوراخ بسته. الان شما دقت کنید هیچ صدایی ازش نمیاد و حالا بریم روی لاستیک رو انجامش. بچه‌ها بالاخره تمام شد. بریم برای آخرین قدم یعنی باد زدنش. خب حالا بزنیم دیونه هم اینجا بدیم. من میزم بادش باشه یکم کمش کنیم کنم بهتر باشه. خب بچه اینم از این. بده وصلش کنیم. نتیجه کارم بهتون نشون میدم.